که در تاجیکستان و کشورهای دیگر اروپا آسیا ادامه دارد. شما دیدید و کارمندان ما که از صبح بر وقت هم در پراگ و هم در دوشنبه در دفتر حضور دارند و به منطقه های رایدهی رفتند و از اونجا گزارش ها پخش نمودند. شما دیدید که چگونه برخی از نامزدها آواز دادند و حالا از همکارم سراج‌الدین میپرسم که خب شما که نظارتدار جریان این بازتاب چگونه ادامه دارد؟ باید بگویم که پس از 1 ساعت و 40 دقیقه برنامه دوم ما آغاز میشه. پخش زنده است، نیم ساعت و یعنی به وقت دوشنبه از ساعت 1 تا 1:30. بله. بله از ساعت 1 تا ساعت 1:30 میشد، نیم ساعت برنامه است. خب ما دیدیم که در مناطق گوناگون کشور، در شمال کشور، در جنوب، در مرکز و مردم دست جمعی میرن بعض جاها و خیلی فعال هستند و تا کنون با وقت دوشنبه تا ساعت 10 وقت دوشنبه 20% مردم رای خودشان گویا که دادند. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، همچنین همکار دیگری ما طاهر سفر اینجا مشغول کار است. طاهر جان شما به چی مشغول هستید؟ مسئولیت ما گرفتن تمام ویدیوهایی است که از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان به دست ما میرسند و سری وقت آماده کردن و نشر کردن اون با چه کیفیت میرسند؟ یعنی که همه البته تمامی خبرنگاران رادیو آزادی در سطح بلند کار میکنند و ویدیوهاشون هم در صفت عالی هست که میرسند. ما حتما اونها را یک بار دیگر میبینیم تا اشتباهی نداشته باشد و سپس برای نشر سری وقتی در برنامه میگذاریم. خسته نباشید طاهر جان، موفقیت. بینندگان عزیز، شما طوری که از برنامه اولی ما دیدید که چگونه نامزدها رای میدهند و پای صندوق مردم پای صندوق های رای میروند و جریان انتخابات ادامه دارد و برگرداننده اصلی این برنامه ما شهلای گلخواجه اینجا هستند و حالا مشغول. شهلا خسته نباشی. تشکر زیاد. بله سلام میگم به همه که از ما رو تماشا دارن. به طور میبینید ما سرگرمی تهیه برنامه دوم هستیم. ما رو تماشا کنید. سلامت باشید. موفقیت میخوام. بینندگان عزیز، اون نامه هایی که ما از شما میگیریم و در برنامه ما پخش میکنیم اینجا کارمندان ما مشغول هستند. مومین احمدی همکاری ما فعلا برای ساعت دوم آمادگی دارد و حالا از اون میپرسم خب مومین به کجا رسیدی؟ خب ما ده ها شرح‌های گوناگون از کاربران گرفتیم و همزمان ویدیوهای زیاد نیز از کاربران دسترس کردیم که در دوام برنامه آنها رو پخش خواهیم کرد. اکثری شهرنویسان به دو گروه جدا شدند، اونهایی که گفتند که به انتخابات رفتند و به نامزدی ارزنده خود رای دادند و اونهایی که گفتند که به انتخابات نرفتند چون میدونند که تقدیر انتخابات از پیش معلوم است و رفتن. یعنی روحیه مردم در اصل چنان گفتم به دو تقسیم است. آنهایی که رفتن خود و شرکت کردنشون مهم نمیدونند و آنهایی که گفتند که میروند و این رو یک معرکه خیلی مهم میدونند. تشکر. من منتظر هستم که در ساعت 2 حتما به استودیو میآیی. و بینندگان عزیز، این را هم باید گویم که اینجا همکاری دیگری ما عبدالله اشرف مشغول کار هستند از صبح بر وقت و از عبدالله میپرسم که به کجا رسیده شما؟ بله میرزا تشکر. این حالا ما بجز از انتخابات موضوعهای دیگری هم هست، خبرها گزارش‌های دیگری هم به ما میرسد از کاربران و صبح امروز ما یک خبر ناخوش به ما رسید از شهر سورگوتی روسیه که در اونجا یک جوان 26 ساله تاجیک به قتل رسانده شده است. گفته می شود به گفته دوستانش او در پی یک مناقشه با داغستانی تبارها با او در میافتند و با ضرب 3 کارد او جان خود را باخته است. این زمان جسد او را به تاجیکستان فرستادند. من جزئیات این خبر را پیگیری دارم و آن در سامانه ما هم نشر می شود و بینندگان می توانند آگاه شوند. بله تشکر عبدالله جان. بینندگان عزیز، اینطور که به نظر می رسد انتخابات است ولی باز زندگی مردم ادامه دارد و در ساعت دوم شما شاهد این خواهید شد که چگونه امام علی رحمان نامزد پرزیدنتی تاجیکستان آواز خواهد داد که همکارای ما از نقطه رایدهی امام علی رحمان برای شما گزارش پخش میکنند. اما یک نکته رو باید گویم که در ساعت اول همکارمون کیومرس درباره شرح خوانندگان گزارش میداد و معلومات رو پیشکش میکرد. کیومرس، آیا نکته‌ای بود که تو نتوانستی که به مردم پوره برسانی؟ به بینندگانمون هم چی میتونی برای این امکاناتی که به ما داده؟ در ساعت اول فکر کنم به فرصت
کمتر بود چون گزارش‌های زیاد، صحبت‌های زیاد از مسکو و دوشنبه و ولایت سوق داشتیم. گزارش‌های جالب بودن مخصوصا درباره رای دادن یک نفر به جای چند عضو عائله. حتما که در ساعت‌های بعدی ما درباره نظر خوانندگان در شبکه‌های اجتماعی در وبسایت رادیو آزادی صحبت می‌کنیم. راستگه با امروز خیلی روز سرکاری هست، خبرهای زیاد میرسد. همین حالا خبر رسید که رئیس جمهور هم رای داده در نقطه انتخاباتی در دوشنبه. برای همین فکر کنم که ما خبرها رو زود میگذاریم. از خواننده‌ها خواهش میکنیم که هرچی بیشتر شرح‌های خوبتر نویسن، موقع خودشون رو روشن کنن. تشکر کنیم. از واقعا درست گفتی، چون که اونطوری که ما میبینیم خواننده‌ها زود برای ما نظر و فکر و پیشنهادشون میرسونند و ما هر لحظه اینها رو برای شما بینندگان عزیز پیشنهاد میکنیم. و همونطور که گفتم یعنی بخش دوم برنامه اخبار آزادی در ساعت 1 تا 1 ادامه میکند و بخش سوم ما امروز داریم و امروز رئیس بخش ما سلیم ایوبزاد اینجا هستن که برنامه رو برنامه ریزی میکنن، برگردانندگی میکنن و از اون کس میپرسیم که آمادگی ها چطور رفته سادن. سلام. آمادگی با برنامه دوم خیلی گسترده و خیلی جالبند. بسیار ایده های نو، فکرهای نو و گزارش های نو در این برنامه خواهم بود. من سپاس میگذارم از همه همکاران بخش تاجیکی رادیو آزادی و فکر میکنم که این بازتاب انتخابات در تاجیکستان امسال، انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان، واقعا از همه کارهای گذشته ما فرق میکند و به سطح خیلی بالاتر و زیباتر و خوبتر و کاملتر برای بینندگان معلومات و پیشنهاد می‌نمایم. به نظرتون ساعت اول چطور گذشت و بیننده از ما چطور استقبال کردن؟ البته بعضی مشکلات خرد و کوچک تکنیکی فنی در میان بود، اما خیلی به زودی این چیزا اصلاح شد و باور دارم در برنامه‌های دوم و سوم و فردا در برنامه یکم و دوم و سوم این مشکلات جای نخواهد داشت. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، از صبح بر وقت همکاران ما هم طرز که حال خودشون هم صحبت کردن در پراگ و در دوشنبه از پی بازتاب نکته ها و پهلوهای مهم انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان هستند و بغیر از نیم ساعت دومی که گفتم باز نیم ساعت سوم را انتظار باشید که از ساعت 4 تا 4:30 ادامه خواهد کرد. تشکر. ما منتظر شماست.